یک صاحبکار تاجیک از کشور خباروفسک روسیه میگوید او را کارمندان خدمات فدرالی امنیت روسیه تهدید کرده‌اند که جرم همکاری با یک تندرو را به گردن گیرد. این صاحبکار که از خود رجبوف سراج‌الدین بابایویچ نام میبرد میگوید طوری 40 سال است که در روسیه کار و زندگی میکند و همیشه از مهنت حلال نان به دست آورده است. به همه هموطنان برای دریافت جای کار کمک کرده است و مناسبت دوستانه داشته است. سحری 30 اکتبر ساعت 5 به جای خوابشان کارمندان فیسبی یک جای با آمان زده در آمده همه‌شان را دست بالا کردند. در و تریزه ها را شکسته همه اشیای خانه را تگ رو کردند. کارمندان فیسبی گفتند اینجا یک نفر تروریست زندگی میکند و او را میجویند. سراج‌الدین رجبوف میگوید در حقیقت یک مهاجر ازبکستانی با نام داداجانوف شاهمت با آنها کار و زندگی میکرد، اما از تندرو بودن او هیچ خبری نداشتند. 3 نفر از کارمندان فیسبی سراج‌الدین رجبوف را مجبور کردند که اعتراف نماید که با شاهمت داداجانوف همکاری میکرد. همیشه ساعت 5 سر بود که اومد فیسبی روسیه خطی امونسو مسکو هممون از جای خودمون خیزوندن قپیدن که استروی کردن دروی شکستن داریم نشون میدیم دروی شکستن گفتن که یا شناسی تو تروریست های همون آدم بچه شومد گدودو شومد هم ازبکستان اوزون بود قچی رفتومد داشتیم لیکن خیلی کارو دوستی نه خیلی دوستی هم گیم که کاری کردیش خیلی یک مولو بچم نبود خیلی هوای میگن تروریست بدایو همین کارخونه تو پرپسکا بدایو ما اومدیم پاسپورت رسید کارخونه ما سیچیک از پرپسکا زمینیاکو همین اومدن دپروس کردن همه یک گفتم پانیتیا رفتن شویدو سکر درویدن تو میاد گناه بگردن دیدی که تو میدونستی که وای تروریسته تو همه بگردن دیدی ما تستو نکرد جواب میتیم مخی ما چیکار من تروریستی ایگلی وای من نمیدونستم مخی مجبور کردیم که میتی ببینیست نیخوش پس سردیم تی نیکودا نیویدیوش همه خیلی اوگراجات کردن ترسوندن من یکم دو پوچه باید موزدان کنم من نمیدونم چی کاری خیلی زمینه بود زمینه کو همه افشاس میکنیم همه دیگه رفت اومد داریم و جلو ایگلی کارمندان فیسبی به رجبوف 2 روز مهلت دادند که با خواهش خود همکاری با تندرو را به عهده گیرد. اگر همکاری با تندرو را به عهده گیرد گناهش سبک می شود و با جریمه آزاد خواهد شد وگرنه جایش زندان خواهد بود. این صاحبکار با مراجعت به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین و رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان میگوید به این قضیه رسیدگی کنند. میگوید مناسبت مقامات انتظامی با او بر این یک صاحبکاری با نفوذ و صاحب اعتبار که شهروندی روسیه را دارد این گونه است. اکنون باید فهمیده شود که مهاجران قطاری در روسیه چه حال دارند. این بستریلی که داخل مملکت فیسبی روسیه من میخوام که تو الان پرزیدنت توجستو فهمی ما گرجنت توجستو چی احوال نام روسیه ما یا آدم یا توجیکای باوریم خبر هستم یا 20 رئیس هم کرده بودم رئیس جماعتی هم بودم لیکن ما در حیات ما همین کارو نکردم نقل ما توبت کردم که یا آدمی که ما توبت کردن وای به حال بیچاره‌ی غریبو یا ما مجبور کردم که تو گناه بگردن گیر لیکن ما گناه خود نمیدونم چیکار کنم چی ما مجبور میکنن اونها توجیکای کس نیاز یا اونش شنودن فیسبیشنیکو پستاویت کردن وای کردن ممکن با من خیلی کنن ما برای زرانی همین رولی که نوشتم که با میگم برای رجوع ما بیگناهم ما یکم که گناه نکردم کی از تروریست بود که جواب شد من نه ایگلا میدونم نه پدرش میکنم ایران گروم ایگلا میذارم هم وای اخت پدر خدا زدن میگیرم همشون. این گونه با تهمت روبرو شدن های مهاجران تاجیک در روسیه به یک عمل معمولی تبدیل شده است. قریب هر هفته به نشانی رادیوی پیام درباره با تهمت گرفتار مشکلی ها و پشت پنجره زندان های روسیه شدن مهاجران کاری تاجیک نامه ها می آیند. هفته گذشته یک محبوس از زندان شهر سمره روسیه بر رادیوی پیام نوشته گفته بود که تنها در زندانی که او به سر میبرد 200 نفر تاجیکان ادای جزا میکنند که اکثر با تهمت قاچاق مواد مخدر و یا همکاری با تندگرایان پشت پنجره زندان شده اند.